بچه جان این صبح شیرینی دوست داشته‌ات رو پختم. بسیار خوب. حاضر. انا چایم تیار. چایم تیار. مثل هر وقته نه آنقدر شیرین، خوشخور و خوش‌طعم و طبع دلت. بهترین مادر جان. کنی حاضر. حاضر پسر جانم یک شیرین چای کنم. باوری دارم که شیرینی پختم و پسر جانم پسند می شود. زحمت مادر جان. گیر پسر جان، گیر خور. گفتم که مادر بازی میخورم. آخر چویت خنوب می شود. نخود که همین تلفن سبیل مادر از شیرینی پخته من شیرین تر باشده. گفتم که مادر بازی میخورم آخر. نه تو این خیل نمیخوری. از دو سر تو این تلفن سبیل مانده رو به زمین نمیگذاری. برای همین من خودم پسر جانم رو با دستان خودم میخورم. کنی بیا. بس که مادر. گفتم که بازی میخورم. پسر جان قریب بود فراموش کنم. همین یک نوار رو میخواهم که به پدرت فرستم. همو اینترنت تلفنم رو هیچ نفهمیدم. به من کمک نمیکنی؟ مادر جان این هیچ دشواری ندارد. با البوم تلفنتان در آمده نوار میخواستگیتون رو انتخاب کنید و با هر کسی میخواید روان کنید مادر جان. پسر جان گفتت رو کردم لیکن همش یک بارا غیب زد. بچه جان گفتت رو کردم همش غیب زد. مثل کودکایت مادر نخواد امیر رو نتونید. کدام نوار رو روان کنم؟ همونجا فقط یک نوار است. قوت دلی و چه؟ آچا این احساس کنه برام از پیران شده. حاضر بچه جان حاضر. آچا جان قطار هم نخرید. البته پسرکی من آخر تو دنیای منی. من شما را دوست بدارم آچا جان. من نیز تو رو دوست میدارم بچه جان. مادر جان مرا ببخشید.
پسر جان، میدونم که تو دنیای خودت رو داری، اما دنیای مرا نیست، فراموش نکن. دنیای من تو هستی. مرا ببخشید مادر جان. وقتی غرق دنیای خودت میشی مرا نیز فراموش نکن. دنیا هم از من منی. مرا ببخشید، دیگر تکرار نمیشه داشته جان. مادر واسطه ایجاد و رمز خلقت است. هیچگاه در زندگی نمی توانید محبت بهتر و واقعی تر از محبت مادر دریابید.